اگر روحیات آسیب دیده، این تکنیک خیلی میتونه بهت کمک کنه. در سالهای اخیر واژه‌ای به نام فرسودگی نقل محافل ما ایرانی‌ها شده. وقتی هر روز با نوسانات اقتصادی، اخبار ناگهانی و عدم قطعیت روبرو میشیم، سیستم عصبی ما در وضعیت جنگ یا گریز دائمی قرار میگیره. نتیجه این وضعیت اضطراب مزمن، بیخوابی و کاهش شدید بهره‌وریه. در این شرایط و به دلیل سرعت بالای تغییرات، ما در یک چرخه معیوب اسیر میشیم که انرژی روانی ما رو برای کار و زندگی واقعی تخلیه میکنه. در اینجا یک تمرین 3 دقیقه‌ای رو باهاتون در میون میذارم که از دل درمانهای ACT استخراج شده. این تمرین رو میتونید تو مترو، پشت میز یا حتی در صف خرید انجام بدید. گام اول تمرین: مشاهده و نامگذاری. به جای اینکه بگید دارم دیوونه میشم، بگید نگران آینده مالیمم. با برچسب زدن صحیح به افکارتون، بین خودتون و افکارتون فاصله ایجاد میکنید. شما افکارتون نیستید. شما مشاهده‌گر افکارتون هستید. گام دوم: اتصال به یک جسم. وقتی ذهن درگیر یک خبر بد میشه، از بدنش خارج میشه. به اصطلاح از خودمون بیخود میشیم. چند بار شونه هاتون رو بالا و پایین کنید و رها کنید. کف دستاتون رو به هم بزنید. این کار به مغز این پیامو میده: با وجود این اخبار بد، من هنوز در این لحظه و در این مکان جام امنه. گام سوم: تمرکز بر دایره کنترل. از خودتون بپرسید در این لحظه چه کاری، هر چند کوچک، من میتونم برای خودم انجام بدم. شاید نوشیدن یک لیوان آب باشه، یا پاسخ دادن به یک تماس کاری، یا مرتب کردن میز کارتون. انجام دادن همین کار، هر چند که کوچیک باشه، حس عاملیت رو دوباره به شما برمیگردونه. یادتون باشه در این شرایط پرالتهاب، ذهن آگاهی بدون مدیریت ورودی ها غیر ممکنه.